طالبان در افغانستان قتل بیرحمانه چندی از اعضای این گروه از طرف پیروان گروه دولت اسلامی را محکوم کردند. در یک ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است، جنگجویان گروه دولت اسلامی چند ریش سفید را مرتدهای شریک طالبان و حکومت افغانستان نامیده و با مواد منفجره می‌ترکانند. طالبان که خودشان نیز به ظالمی و قتل مردم آسایشته متهم می‌شوند، این عملکرد را غیر اسلامی و ضد قانون‌های شریعت نامیدند. صحبت امروزه در همین باره است با همکارم از رادیو افغانستان آزاد مصطفی سرور. لطفاً اول درباره این ویدیو میگفته که در کجا ثبت شده است و مشخصاً چی را نشان میدهد؟ تشکر. همونطور که شما گفتین، ویدیویی که پخش شده و در رسانه ها هم بازتاب یافته نشان میده که گروه از مردان که لباس سیاه به تن دارند و ظاهرا از افراد وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعشند، 10 مرد را که چشمانشان بسته شده به زانو زدن روی زمین وادار میکنن و سپس بم‌هایی را که در زمین گور کردن منفجر میسازن و به گفته خودشان این افراد را اعدام میکنن. این افراد به اتهام ارتداد کشته شدند و گفته میشه که ممکن است از اعضای گروه طالبان باشند. گفته میشه هر که با نظریات تندروانه گروه موسوم به داعش در مناطق از افغانستان و پاکستان ناموافق باشه مرتد خوانده میشه و با همین سرنوشت مواجه میشه. و در بیانیه طالبان درباره این قتل که ظاهراً بار اول است در افغانستان با چنین شیوه صورت میگیرد چی گفته شده است؟ در بیانیه یا خبرنامه‌ای که روی صفحه اینترنتی طالبان منتشر شده، این ویدیو وحشت انگیز خوانده شده و محکوم شده. طالبان گفتند که این گروهی که خود را داعش میخوانه یا همکاران داعش میخوانه، گروه از سران قومی و روستاییان را به گونه وحشیانه با استفاده از مواد انفجاری کشتند. در این خبرنامه آمده که افراد در منطقه مومندری ولسوالی شینوار منطقه سرحدی بین افغانستان و پاکستان کشته شدند. و آخرین سوال، در گذشته گزارش‌ها درباره مخالفت طالبان با حضور گروه دولت اسلامی در افغانستان زیاد نشر شده و این قتل اخیر میتواند علامت دیگری از مخالفت‌های بیشتری بین دو گروه باشد؟ تحلیلگران به این باورند و همونطور که شما هم گفتین در گذشته هم از رقابت‌ها و تقابل بین گروه طالبان و افراد وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان گزارش‌های پخش شده. هرچند حضور گروه به نام داعش در افغانستان تا این لحظه که صحبت میکنیم کمرنگ خوانده شده. مثلا مقامات امریکایی در افغانستان گفتند که گروه داعش، جنگجویان این گروه در افغانستان فعلا در وضعیت سربازگیری هستند. اینا فعالانه سربازگیری میکنند در افغانستان، اما هنوز وارد عملیات و عمل نشدند در افغانستان. تشکر. همکارم مصطفی سرور از رادیو افغانستان آزاد با ما صحبت میکرد.